و حال از جناب آقای علی نظری، شخصیت بسیار محترم و حمایتگر مردممان، خواهشمندم که روی استیج تشریف آورده و سخنهایشان را که در مورد کتاب خانم گلسمن ارائه دهند. تا تشریف آوریشان در جایگاه لطفاً تشریف نمایید. همراهان و همپیمانان، درود و سلام. بسیار گرامی، همراهانی ارزانه و دلهای در عصر واژه‌ها گاه کتابی پدید می آید، نمی‌توان آن را صرفاً مجموعه از صفحات و جملات بلکه باید آن را گواهی خواند بر زیستن، بر تحمل و امید، بر شکوفایی در برهان. امروز افتخار داریم که شاهدی رونمایی کتابی چنین باشیم، گل در میان خاکستر، اثری ارزشمندی بانویی که زیستن را به هنر تبدیل کرد، خانم گلسمن دانش. این کتاب تنها خاطره‌نگاری نیست، شرح سفری است از دل رنج‌ها، عبور از طوفان‌ها و گام‌هایی که روی خاکستر بی‌رنگی گل‌های درون را شکوفا کرد. نویسنده کتاب بانویی است که نه تنها از سرزمین خاطرات کوچ کرده، بلکه در دل مهاجرت معنای تازه از هویت، توانمندی و زیبایی آورده است. زندگی نامه ایشان روایتی است از دردهایی که بذری تحمل شده و سختی‌هایی که زمزمه نو وفا. مسیر مهاجرت انتخاب آسان نبود، اما ایشان با صبوری، با چشم روشن و دلی بیقرار بار غربت را به نیروی بدل ساختند که امروز در قالب واژه‌ها، تصاویر به ما منتقل می‌شود. امروز خانم دانش را نه تنها به عنوان نویسنده توانمند، بلکه به عنوان عکاس موفق و انسان فرزانه می‌شناسیم. کسی که با دوربین خود روایت خاموش، چهره‌ها و لحظه‌ها را به ثبت رسانده و با قلم خود حقیقت ژرف را پیش روی ما برده است. گل در میان خاکستر صدای زنی است که استاد، تاب آورد و شکوفت. کتابی که به ما یادآوری می‌کند در دل پیرترین لحظات امکان نو هست، که ریشه‌های ما اگر به عمق معنا برسند می‌توانند حتی از خاکستر نیز گل بیاورند. و چه نیکوست که کتاب در پایان با شعر نیز سخن می‌گوید، شعری که نه فقط روایت کردن است، بلکه نشان می‌دهد چگونه از دل سوختن زیبایی زاده می‌شود. از خاکستر خویش گلی رویید و در تنهایی شب صدای خسته‌اش روشنایی را به یاد آورد. او نوشت که می‌توان درد را در سطرها پنهان کرد و رنج را در قصه آرام ریخت. او دید که لحظه ها خاموش نمی‌مانند اگر دستی باشد که آنها را
و ما آموختیم که زندگی چون شاخه در باد هرچی میپیچد باز به سوی نور قد خواهد کشید. انسان در مسیر زندگی با جلوه های بسیار روبرو می شود. جلوه هایی که چشم نوازند اما ناپایدار و آنچه ارزش زیستن دارد در ژرفای معناست. فرهنگ، اخلاق و دانایی سرمایه های بالایی هستند که میراث نسل‌ها و چراغ آینده اند. فراموش نکنیم که مادیات هرچند ضروری است اما هرگز جایگزین شکوه درونی انسان نمیشود. فرهیختگی آنگاه معنا می‌یابد که از ستایش فراتر رود و به شیوه زیستن بدل گردد. حال بیایید این لحظه را گرامی بداریم، نه تنها برای رونمایی یک اثر بلکه برای ادای احترام به زنی که نوشت، دید و زندگی را به هنر بدل کرد. در پس هر مسیر روشن و پشت هر مرد موفق زنانی ایستاده‌اند که با نگاه ژرف و دستانی که رویا می‌سازند. خانم دانش از جمله آن است، الهام بخش، خلاق و پیشرو. خواهر خلاق و توانمند خانم دانش، تبریک و تمام دل، راهتون روشن.